شاعر میگه عید قربان آمدو، عید قربان آمدو در مکه حج اکبر است، دوستان را تبریک کردن سنت پیامبر است. از فرصت مناسب استفاده برده اولا با تمام هموطنان نوابشته از قشر جامعه کسایی که در داخل وطن زندگی میکنین و در برابر شمایان عزیز با تمام مسلمانای روی دنیا که فردا داره عید پیشواز میگیرن، جشن میگیرن، از همه منبر بلند برنامه صدای مردم از نام خود و از نام حرکت سیاسی گروه 24 با تمام شما تبریک میگیم. خدا کنه در خاندان هر یکی تاجیک و تاجیکستانی چون روز عید همه روزه خرسندی باشه، جشن باشه، شادی باشه، نشود که روز غم، روز درد، روز عذاب بالای مردم ما باشه. ما همه وقت خواهان هستیم، آرزو میکنیم که بگذار نه فقط در یک سال 2 روز بلکه تمام سال در خاندان ما و شما چون عید باشد. اما امروز که باز برای ما و شما بسیار روز مهم است که از سنت اجدادی ما میراث برای ما و شما است، عید قربان که همگی در زیارت، در عبادت و در رکن‌هایی که در این عید برای ما و شما هست انجام میدهند، خداوند به هر یک عملهای شما اجر، ثواب و به اون زحمت‌هایی که میکشین پاداش بدهد. در برابر این به تمام هموطنان برون مرزی که در کشورهای غربی و شرقی و در کشورهایی که تعداد مهاجرای ما به هزارها میرسند، به میلیونها میرسند قرار دارین، به شما امید مبارک باشه. اگرچند که درست که بسیار سخت است امروز تبریک کردن برای خصوصا مهاجرای برون مرزی از وطن بیرون، چه مهاجران اقتصادی، چه مهاجران سیاسی، چه مهاجران دینی و چه مهاجران مهنتی که ما داریم، از برای عزیزان خود، نزدیکان خود، خصوصا فرزندان خود دور بودن در این شب و روز بسیار سخت است. اما باز هم مبارک باشه برای شما این روز، باز هم تبریک میگیم شما را که خدای کنه که آخرین سالهای ما و شما در مهاجرت باشد. خدای کنه که روزش و سیاست‌های درست بالای حکومت ما و شما باشه، وطن ما و شما را یک پادشاه عادل و یک پرزیدنت عادل و یک نفر عادل بیاید جامعه ما را سالم بکند. صف مهاجرت، تعداد مهاجرای ما از میلیون ها به هزارها به صدها و بالاخره به 1 و 10 برسد و ان شاء الله امیدوار هستیم، امید داریم که این چیزها بالاخره برای ما و شما نصیب می شود. چون فضا جامعه ما، فضای سیاست روز تا روز برای ما نشان داده ایستاده است که بالاخره قدم های ما و شما به پیروزی است و این را ما و شما حتما با چشمای خود می خواهیم دید اگر که استاد شویم، مبارزه بریم به خاطر نسل بعدیمون.